آدما تمرکزشون رو خودشونه، رو اهدافشونه و رو کارهایی که باید انجام بدن و تو فقط چند دقیقه در ذهنشون هستی. پس به خاطر این چند دقیقه زندگی تو خراب نکن و خود واقعی تو به همه نشون بده. چند بار تا حالا برات پیش اومده که میخوای یک کاری رو انجام بدی اما چون فکر میکنی در مرکز توجه دیگران قرار داری از انجام دادن اون کار منصرف شدی؟ یا اینکه یه لباس جدیدی رو پوشیدی و تو ذهنت اینطور فکر میکنی که بقیه دارن حتما منو قضاوت میکنن؟ یا اینکه یک اشتباه کوچیکی رو انجام دادی و فکر کردی که همه تو جمع متوجه شدن؟ امروز میخوایم با هم دیگه در مورد یک توهم علمی به نام اسپاتلایت افکت صحبت بکنیم و ببینیم که چقدر این توهم ما رو از زندگی عقب انداخته. من رضا صادقپور هستم و اینجا داتاکست. اسپاتلایت افکت یعنی ما احساس میکنیم زیر نورافکن قرار داریم. انگار تمام چشمای دنیا متوجه ماست و ما تنها آدمی هستیم که روی کره زمین قرار داریم. بیراه نمیگم، این حس رو بارها من و تو در یک جمع، مهمونی یا بارها در کلاس‌های مختلف متوجه شدیم بدون اینکه بدونیم این چه حسیه و چقدر درسته. خدا رو شکر 3 روانشناس در سال 2000 یک آزمایشی رو انجام دادن در مورد این خطای شناختی به نام اسپاتلایت افکت که ما امروز بتونیم بهتر بشناسیم این خطای شناختی رو و با هم دیگه یاد بگیریم. این 3 روانشناس با نام‌های گیلوویچ، مدوک و ساویتسکی یک آزمایش جالبی رو طراحی کردن. اینا اومدن به یک سری از دانشجوها یه تیشرتی رو پوشوندن که عکس یک خواننده قدیمی و خجالت آوری روش چاپ شده بود. این دانشجوها وارد یک کلاسی شدن که آدم‌های اون کلاس کاملا غریبه بودن. بعد از اینکه کلاس تموم میشه از اون دانشجوها پرسیده شد که چند درصد فکر میکنید به لباس شما توجه کردن؟ اکثر دانشجوها تخمین زدن که بالای 50% افراد اون کلاس متوجه شدن که اونا چه تیشرتی رو پوشیدن. اما بعد از اینکه از افراد اون کلاس پرسجو کردن، نتیجه آماری اینطور شد که کمتر از 25% اون افراد متوجه تیشرت اون دانشجو شده بودن. و این یعنی مغز ما توجه دیگران رو در ذهنمون زیاد دست و بالا میگیره. همون تیم 2 سال بعد مجدد یک آزمایش دیگه ای رو طراحی کردن. به یه سری از دانشجو گفتن که در موقعیت‌های مختلف یه سری اشتباهات لفظی انجام بدید. مثلا توپق بزنید یا یک جوابی رو اشتباه بدید و از این دست مبالید. بعد ازشون پرسیده شد که چند درصد فکر میکنید که متوجه اشتباهات شما شدن و مجدد اکثرشون فکر میکردن که همه تقریبا متوجه شدن. اما جالب اینه که اکثر افراد مجدد یا تعدادشون کم بود که متوجه شدن یا اینکه بعد از اینکه حتی فهمیدن کامل اون موضوع رو فراموش کردن و دیگه اصلا یادشون نبود. در واقع ما اشتباهاتمون رو خیلی بزرگ میبینیم و فکر میکنیم که دیگران هم همینقدر براشون اهمیت داره، در حالی که یا دیگران اون اشتباهات رو اصلا متوجه نمیشن یا اینکه متوجه هم بشن خیلی وقتا تو ذهنشون نگه نمیدارن. حالا بیان واقعی تر ببینیم که کجا این خطای شناختی در زندگی روزمره به ما آسیب میزنه بدون اینکه ما حواسمون باشه. اگه بخوایم خیلی دست پایین بگیریم و ساده نگاش بکنیم، شاید بشه گفت وقتی داریم سخنرانی میکنیم یا جایی قرار صحبت بکنیم احتمالاً خیلی به این توجه داریم که توپق نزنیم یا اشتباهات کلامی نداشته باشیم که نکنه دیگران ما رو تو ذهنشون قضاوت کنن. مطمئنم این موضوع باعث شده که خیلی وقتا دچار استرس شدید بشی و اصلا تصمیم بگیری که هیچ صحبتی نکنی و نظری ندی، حالا به خاطر پروژه‌ای باشه یا یک جمعی باشه، و این باعث شده که خیلی وقتا تو اون چیزی که هستی رو نشون ندی به دیگران. یا اینکه وقتی داخل یک جمعی بودی به خاطر یک اشتباه کوچیکی که انجام دادی بارها بعدش خودتو سرزنش کرد. همیشه فکر کردی که بقیه همچنان یادشون هست یا دارن بهت میخندن، مسخرت میکنن و این باعث شده که بعد از اون وارد اون جمع میشی خیلی با احتیاط بیشتری رفتار بکنی.
و از همه مهمتر چقدر کاراتو عقب انداختی. چند تا از ویدیوها تو داخل اینستاگرام بارگذاری نکردی، یوتیوب تو شروع نکردی یا پروژه‌هاتو ارائه ندادی و چقدر از کسی که میتونستی باشی و هستی دور بودی و به خاطر این موضوع همیشه از خودت فاصله گرفتی. در واقع دیگران نسخه واقعی تو رو ندیدن، چون این تو بودی که همیشه ترس داشتی که نکنه دیگران قضاوتت کنن. پس این اسپاتلایت افکت یک دزد بزرگ، دزدی که اعتماد به نفس تو ازت میگیره و یا گرفته که تو از خیلی از فرصتهای عالی که داشتی یا میتونی داشته باشی محروم بشی. و من اینجام که امروز بهت اینو بگم که این اثر کاملا تخیلی و خیالیه. طبق آزمایش‌هایی که با هم دیدیم میبینی که خیلی وقتا ذهن دچار اشتباه میشه در این مورد و واقعا دیگران اونقدر که فکر میکنیم در مورد ما فکر نمیکنن. اگه بخوام یک راه حل در این مورد بهت بدم که بتونی راحت‌تر کنترلش بکنی، فکر کردن در مورد خاطرات دیگران. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیا با خودت بشین و فکر کن کدوم یک از اتفاقهایی که هم کلاسیت سر کلاس زده رو یادته. چند تا از اشتباهاتی که دیگران تو جمع انجام دادن و یادت مونده و هنوزم بهش میخندی یا مسخرش میکنی. اگه بخوایم حساب بکنیم واقعا شاید از 100 تا اتفاقی که افتاده کلا 2-3 تاش یادمون مونده باشه. این به خاطر اینه که ما هم جزء دیگرانیم. ما هم اونقدر به خودمون توجه میکنیم که دیگران و خاطراتشون از یادمون میره و ما تو ذهنمون نگه نمیداریم. پس همینو میتونی بستش بدی به افراد دیگه که اونا هم دقیقاً در مورد تو همچین فکری میکنن، یا بهتره بگم اصلا فکر نمیکنن. در واقع آدما تمرکزشون رو خودشونه، رو اهدافشونه و رو کارهایی که باید انجام بدن و تو فقط چند دقیقه در ذهنشون هستی. پس به خاطر این چند دقیقه زندگی تو خراب نکن و خود واقعی تو به همه نشون بده. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.